جمشید تاج بر سر نهاده و فر ایزدی و شکوه پادشاهی خیش را نمایان ساخت. به ساختن جنگ افزار، زره اسب، جوشن، تیغ و تولید پارچه با تار و پود ابریشمی و پشم پرداخت. مردم را به 4 گروه پرستندگان، لشکریان، دروگرها و صنعتگران تقسیم کرد. دیوها را به ساختن بناها و برج و باروها واداشت و سنگهای قیمتی از معدنها استخراج نمود. قفل و کلیدسازی، عطرکشی و گلابگیری، پزشکی و درمان و ساختن کشتی در این دوره به فراست جمشید شکل گرفت. تختی ساخته بود رفیع و جامی که احوال جهان را در آن می‌نگریست. جمشید بر تخت تکیه زده و جام را در پیش نهاده، دیوها او را به سیر آسمان بردند. چون بر زمین فرود آمد فروردین بود و روز نو، در روزی که همه دشت و صحرا به شکوفه ها و سبزه ها آراسته بود. سفره های رنگین گسترده و آتش همیشه روشن برپا شده. جشن بزرگ نوروز نام نهاده شد. جمشید 616 سال و 6 ماه پادشاه بود که مغرور شد و مردم را به ستایش و پرستش خود خواند. هر گونه دیگر اندیشی را به کیش اهریمن نسبت می‌داد و در نهایت عاقبت شومی برایش رقم زده شد. ورق تخت و بخت شاه جم برگشت.